وطن است و آن دلیل است که بارها در مواد تاریخی آمده است که کوه، بلندی های کوهی که ما در مناطق واروح می‌بینیم دیوار وطن نیست. وطن در تاجیکستان محدود نمی شود. سرزمین تاجیکان در بسیاری از مناطق و شهرهای کشورهای آسیای میانه است. اما اگر ما در برابر واروح عقب نشینی میکنیم، پس در برابر هر ذره خاک وطن عقب نشینی کرده. تاجیکستان کشوری کوچک است، هرچند قلبی بزرگ دارد. تاجیکستان زمینی کم داشته باشد هم کوههای بلند دارد و مشکلات مدیریت مردم و زندگانی مردمانی که در این بلندی های کوه به سر میبرند کار آسانی نیست و اما دلیل می شود که ما به دلیل دشواری ها و یا کمبودی راه وطن خود را محدود کنیم به آن جاهایی که در دست هستند. من زاده سمرقند هستم و میدانم که وقتی شهر منصوب به یک قومی است اما دولت منصوب به قوم دیگری، اما دوستی و در کنار هم بودن آن چیزی است که ما را در صلح و در دور یک سفره قرار می‌دهد. نوروز جشن خانوادگی نیست، نوروز یک جشن اجتماعی هست. نوروز جشن بخشیدن از گناه‌ها و از دلخوری‌ها و رنج‌هایی که به هم دیگه داده‌ایم هست. نوروز آغاز جدید هست و در این کتاب نیز با وجود اینکه پایبند بودیم و تمام موادی که به دست ما رسیده، چه از مقاله تاریخی و چه از دیده های خبرنگاران و ساکنان واروح و اطراف آن را ثبت کرده ایم. اما همین کتاب بادا که شروع آن باشد که وقتی به مهمان آغوش باز می‌کنیم، وقتی به مهمان ما سالهای سال سرپناه می‌دهیم، نان می‌دهیم، آسایشدگی و عشق و محبت می‌دهیم، ابراز صاحبیت نکنیم. سلام علیکم. حاضرین گرامی، من فکر می‌کنم که خانم شهزاده و معرفی احتیاج ندارند و خدمت‌های بی‌دلیل ایشان را نیز همه ما متوجه هستیم و می‌دانیم دربارش. من هم به حیث سفیر جمهوری تاجیکستان و به حیث یک نفری که متولد همون زمین است، همون واروح هم، به حیث همون من از شهزاده جان ابراز تشکر میکنم که نه تنها اون اطلاعات و اون اخبار را در تاجیکستان و در جایهای دیگر، بلکه در مرکز اروپا که انتشار میدهند زنده و سلامت میشن. و من به نشان قدردانی از زحمت‌های بی‌دری شهزاده سمرقندی، نویسنده، روزنامه‌نگار و محقق شناخته در راه دفاع از منافع حیاتی کل پارسیگویان، تقویت همبستگی و وحدت آنها، انتشار و تبلیغ بهترین نمونه‌های فرهنگ و تمدن والای ما، این سپاسنامه سفارت را به ایشان تقدیم می‌کنم.